سلام بچه‌ها، امروز من بهتون یه میکاپ چشم تابستونم آموزش بدم چون داریم به تابستون و گرما و رنگای جیغ و شاینی نزدیک میشیم. بریم با هم انجامش بدیم. برای امروز رنگ صورتی جیغ رو انتخاب کردم. اول از رنگ صورتی جیغم برمی‌دارم و میخوام اون قسمت داخلی چشممو شروع کنم به گذاشتن رنگم. رنگو که گذاشتم سعی می‌کنم به اطراف فیدش کنم و تقریبا تا وسط چشمم فید بشه. خب من سایه‌مو فید کردم و الان میخوام برم سراغ خط چشم سفید که من میخوام از این مدل کاسه‌ای استفاده کنم. شما میتونید از هر مدلی که دارین استفاده بکنید. میخوام از اینجا شروع کنم و دایره‌های کوچولو بذارم و هرچی میرم به این سمت دایره‌ها کوچیک‌تر بشه. خب من دایره‌ها رو کشیدم و این میکاپ خیلی آسونه و میتونین هر روز حتی انجامش بدید و خیلی هم وقت ازتون نمیگیره. الان میرم سراغ یه رنگ شاین که هم میخوام از گوشه داخلی چشمم و هم برای وسط چشمم استفاده بکنم. میخوام برم اون چشمم انجام بدم، بهم ریمل بزنم و بیام بهتون که نشون بدم. خب بچه‌ها، من رفتم میکاپ این چشمم انجام دادم، ریمل زدم و یکم میکاپم کامل‌تر کردم. حتما نظرتون تو کامنت‌ها برام بنویسین و اگر دوست دارین بیشتر براتون ایده‌های تابستون رو بسازم حتما بهم بگین.